بعدی که من خدمت شما عزیزان میخوام در مورد صحبت بکنم خیلی جالب است. در اینجا اولا قضیه پوشیدن صورت مطرح است که دلیل قوی از قرآن کریم است که صورت جز حجاب هست، باید پوشانده بشه. و همچنین خطاب به کسانی است که میگن این ملاها صبح تا شام نشستن، آی حجاب بکنید، آی فلان بکنید، ما دلامون پاک هست. بعضی از زنها، بعضی از مردها اینو میگن. ما که به توی دفتری کار میکنیم، تو خیابونا میگردیم، زن با حجاب باشه بی حجاب باشه، یک زن میگه مثلا من برم اگر با هر طوری که دوست دارم در کوچه و بازار بگردم، دل من که پاکه، مردم که با نگاه بد به من نگاه نمیکنن. یا اون مردایی که میگن که ما والا دلمون پاک است، تو دفترمون یه خانومی هست خیلی متبرج بد حجاب، اما با دل پاک باش برخورد میکنیم. من از اینها میپرسم، از این زنهایی که این حرفا رو میزنن، شماها پاکترید یا همسران پیامبر؟ اگر زنی بیاد بگه که من از همسر پیامبر پاکترم، خب با آیات قرآن میزنیم به دهنش که بابا زنان پیامبر در مورد پاکی و طهارت اونا آیات قرآن نازل شده. به اون مردهایی که این حرفا رو میزنن میگیم شما پاکترید یا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که الله سبحانه و تعالی در دهها آیه قرآن از اونها اعلان رضایت کرده و به اونها بشارت بهشت داده. در یک از آیات قرآن به همین مردها و به همین زنها الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 53 ببینیم که چه خطاب میکنه. احمد جان میتونی اینو نشون بدی؟ بله. اول از اینجا شروع میکنه با خطاب یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. قضیه داخل شدن به خانه های پیامبر و دیگران هست تا این قسمتش در اینجا این ذالکم کان یؤذی النبی، این عمل کرده شما پیامبر را اذیت میکرد. میومدن خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب یک دو تا اتاقی داشتن یا یک اتاقی داشتن، میومدن غذا میخوردن، خب همسر پیامبر توی گوشه نشسته، اینا میومدن غذا میخوردن، دیر میکردن، با هم گفتگو میکردن، بحث و مجادله میکردن بعد از غذا خوردن. این کار اینها پیامبر را اذیت میکرد. بابا غذاتون رو خوردید، پاشید برید، من خونه و زندگی دارم اینجا، نمیتونم که 24 ساعت با شما بشینم. اما از بس که حیا داشت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینو اظهار نکردن. به همین دلیل الله سبحانه و تعالی در این آیه ذکر میکنه این ذالکم کان یؤذی النبی، این کار شما پیامبر را اذیت میکرد. فیستحی، پس پیامبر شرم میکرد، حیا میکرد، نمیگفت به شما، روش نمیشد که به اینا بگه که پاشید برید. یستحی منکم، از شما شرم و حیا میکرد. والله لا یستحی، خداوند از شما شرم و حیا نمیکنه. خداوند صریح قانون و نظام رو برای شما بیان میکنه. این رسول من، محبوب من، رحمت للعالمین، شرم و حیا میکرد، روش نمیشد به شما بگه. اما وقتی که مسئله قانون است و شرع است و دین است، الله حیا نمیکنه، میگه. میخوای ناراحت بشی ناراحت شو، میخوای که قبول بکنی قبول کن. الله سبحانه و تعالی مباشر و مستقیم بیان میکنه حق رو. الله لا یستحی من الحق، الله سبحانه و تعالی از این که سخن حق رو بگه از کسی شرم و حیا نمیکنه. اینجاش خیلی مهم است. اینجا خطاب به کی است؟ ای صحابه رسول الله، ای کسانی که در مورد شما آیه نازل شده که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، الله راضی شد از اون 3000 و چند صد صحابه که در زیر درخت با تو بیعت کردن. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سابق پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از اونها راضی است و اونها از الله راضیان. خطاب به اینهاست، خطاب به مهاجرین و انصار، خطاب به اصحاب رسول الله، خطاب به یاران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. میگه ای اصحاب رسول الله اذا سألتموهن متاعا، اگر رفتید در خونه پیامبر، مثلا در زدید گفتید رسول الله خونه هست، یا مثلا کفگیری لازم داریم، دیگی لازم داریم، یا مصحفی لازم داریم، یا آب میخوایم، یا که با پیامبر کار داریم، یا مشکلی داریم میخوایم عرضه کنیم، یا استفتاء فتوایی میخوایم بپرسیم. و اذا سألتموهن متاعا، ای اصحاب رسول الله، اگر از زنان رسول الله چیزی را میخواهید، چیکار کن؟ پرده رو بزن کنار، بگو سلام علیکم، حال شما خوبه، ما با رسول الله کار داریم. نخیر. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر که از اونها چیزی رو میخواستید از پشت پرده بخواهید.
کجا کسانی که میگن که صورت، خب اگر که قضیه صورت زینت نمی بود، صورت پوشاندنش فرض نمی بود، واجب نمی بود، نیازی نبود که الله سبحانه و تعالی بگه که از وراء الحجاب بخواید. خب میگفتن یعنی در اون موقع که زنها دیگه لخت نبودن تو خونه ها، لباس که حتما داشتن، پس چرا میگه از پشت پرده بخواید؟ پس صورت دیده نمیشد، صورت حجاب بود. و این آیه در بین کی است؟ در بین صحابه، پاکترین و مردها بعد از انبیا، و امثران رسول الله، پاکترین زنان بشریت بدون استثناء. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، اگر از اونها چیزی خواستید از پشت پرده بخواید، از پشت حجاب بخواید. چرا؟ این جواب کسانی که میگن ما دلمون پاکه، حالا میخوایم با خواهرانمون که همکاران ما هستن تو ادارات با هم راحت باشیم، دلمون پاکه، ما اونو به چشم خواهر میبینیم، اونم ما رو به چشم برادر میبینه، ما برادر خوانده و خواهر خوانده ایم. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این برای این است، برای پاکی قلب‌های شما و پاکی قلب‌های اونها. پس الله سبحانه و تعالی میگه پاکی قلب‌های زنان پیامبر و پاکی قلب‌های اصحاب پیامبر در این است که از پشت پرده با هم صحبت بکنن. و امروز یک احمق جاهلی بیاد بگه که ما قلبامون پاک است، به خاطر همین با هم صورت باز با هر طوری که خواستیم در کوچه و خیابان میگردیم. این در مورد پاکی قلب و در مورد حجاب که الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن.